ساده‌ای به نظر میرسید و صاف و ساده بودن شما رو نگران میکنه که ازتون سوء استفاده بشه و تو روابطتون دچار مشکل بشید. تا انتهای این ویدیو با من باشید تا بهتون آموزش بدم که چجوری توی کارتون سیاست و کیاست داشته باشید و این حالتی که نگرانش هستین رو چجوری برطرف کنید. ساده لوحی تعریف مشخصی نداره. از نظر شما یک شخصی آدم ساده لوحی به نظر برسه، ولی از نظر دیگران یه آدم مهربون، خوش اخلاق و مظلوم باشه. این وسط ممکنه شما نسبت به خودتونم این حس رو پیدا کنید که آدم ساده لوحی هستید و این قضیه روی شما و روابطتون تاثیر بذاره و دوست نداشته باشید که شخصی باشید که دیگران از سادگی شما سوء استفاده میکنن. این موضوع شما رو نگران میکنه و میخواین یه چاره‌ای براش پیدا کنید که چطوری بفهمید که ساده لوح هستید و چطوری مقابل این مسئله بایستید. این اخلاق رو توی خودتون برطرف کنید. شما نمیتونید توی رابطه هاتون با بدبینی و بی‌اعتمادی ادامه بدید، چون این مسئله باعث میشه که نتونید رابطه های موفق و خوبی با دیگران داشته باشید. حالا بیایم ببینیم اصلا ساده لوحی تعریفش چی هستش. کسایی که ساده لوح هستن آدمای زود باوری هستن و همیشه فکر میکنن که دنیا روی پاشنه خوبش میچرخه و همه آدم‌ها نسبت به اونها نیت‌های خوب دارن و این مسئله باعث میشه که اونا همیشه دچار فریب خوردگی بشن، توی زندگیشون سرشون کلاه بذارن و شکست‌های زیادی رو تجربه کنن. حالا چه کار کنیم که آدم ساده لوحی به نظر نرسیم؟ لطفاً اگه هنوز ویدیو منو لایک نکردین این کار رو انجام بدین تا با هم دیگه بریم ببینیم ادامه ویدیو چه هست. اینکه قبل از هر کاری فکر کنید که باید اون کار رو چجوری انجام بدید و سری یه کاری نرید. هر پیشنهادی بهتون میشه سری قبول نکنید. این روش باعث میشه شما قبل از اینکه کاری رو انجام بدید یا پیشنهادی رو قبول کنید نسبت به اون فکر کنید و یه تصمیم بهتری بگیرید یا اینکه اطلاعات بیشتری نسبت به اون قضیه با فکر کردن و توجه کردن به دست بیارید. این کار خیلی سختیه که شما بخواید روی هر موضوعی فکر کنید. باید اینو به صورت روزانه تمرین کنید که در مورد یک مسئله‌ای که بپذیرینش یا در یک محیطی قرار بگیرین، پیشنهادایی به شما بشه، قبلش سعی کنید که یه اطلاعاتی به دست بیارید که با دست پر وارد اون قضیه بشید و وقتی این تمرین رو انجام بدید روی هر موضوعی یاد میگیرید که فکر کردن رو چجوری انجام بدید و به خاطر اینکه به دیگران اعتماد کردید هیچ موقع سرزنش نکنید. اعتماد کردن کار بسیار زیبا و خوبیه و اینکه ما نیاز داریم به دیگران اعتماد داشته باشیم، چون نمیتونیم توی دنیای امروز با بی‌اعتمادی زندگی خودمون رو جلو ببریم و این بی‌اعتمادی باعث میشه که ما نتونیم که پیشرفت کنیم و اطلاعات بهتری توی زندگیمون به دست بیاریم یا اینکه با یک کسی وارد رابطه بشیم. خب برای اینکه شما به دیگران بخواید اعتماد کنید نیاز هستش که به سرعت تصمیم نگیرید و اینکه در مورد اون کاری که دارید با شخصی که انجام میدید تفکر کنید. هیچ کس تو این دنیا منکر این نیستش که آدمای کلاهبردار و بد وجود دارن، ولی ما نباید نگاهمون رو نسبت به آدما روی قسمت منفی بذاریم و نسبت بهشون دیدگاه‌های منفی و بد داشته باشیم و به خاطر اینکه ساده لوح به نظر نرسیم و اینکه گول کسی رو نخوریم با هیچ شخصی وارد رابطه نشیم و یا اعتماد نکنیم. شما باید فرض رو بر این بذارید که همه آدما قابل اعتمادن، ولی اینو باید بدونید که ذهنیت محتاطانه خودتون رو همیشه با خودتون داشته باشید و به راحتی هر چیزی رو قبول نکنید تا دچار مشکل نشید. افراد دروغگو به راحتی میتونن آدمای ساده لوح رو گول بزنن و ازشون سوء استفاده کنن. شما برای اینکه این آدما رو بشناسید باید بدونید که آدمای دروغگو بسیار پرحرف هستن و از تماس چشمی با شما خودداری میکنن و اینکه توی صحبتاشون یکسره
در حال صاف کردن صداشون، ادامه دادن به صحبتاشون هستن. ممکنه این حالتایی که بهتون گفتم در اثر اضطراب باشه، ولی خب در مورد آدم‌های دروغگو صدق میکنه. حالا شما میتونید از این قضیه هم استفاده کنید، این نکته رو در نظر بگیرید توی اون معامله‌ای که دارید انجام میدید یا با کسی در مورد رابطه عاطفی دارید صحبت میکنید که متوجه بشید طرف بهتون داره دروغ میگه یا نه. به ندای درونتون گوش بدید. شاید ندای درون آدم گاهی هم اشتباه کنه، ولی این حسی که در درون آدم گاهی اوقات اتفاق میفته گویای حقیقته و اینکه به شما کمک میکنه که متوجه بشید که توی مسیر خوبی قرار نگرفتید و دارید در مورد اون کاری که انجام میدید اشتباه میکنید. سعی کنید با آدمای جدید آشنا بشید، کسانی که طرز فکرهای جدیدی دارن و از نظر روحی و هدفی با شما یه خورده متفاوت هستن. این قضیه به شما کمک میکنه که اطلاعات بیشتری در مورد آدم ها به دست بیارید و شناخت بیشتری روی آدم ها داشته باشید. توی این کاری که میخواین انجام بدید یه حالت روانشناسی روی آدم های مختلف پیدا میکنید که این برای خودتون تو طول زندگی خیلی مفید و خوب هستش. سعی کنید تجربیات زندگیتون رو بالا ببرید و با کسانی بگردید که دارای تجربه های زیادی توی زندگیشون هستن. از اونا استفاده کنید، مطالعه کنید، کتابای مختلف بخونید. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید اطلاعات زیادی در مورد جامعه خودتون، در مورد مسائل زندگی خودتون به دست بیارید. این باعث میشه شما شخصی بشید از لحاظ بار اطلاعاتی بالا باشید و خب این باعث میشه که اون سادگی شما کم رنگتر بشه و یه مقدار سیاست وارد زندگیتون بشه و بتونید انتخاب‌های بهتری داشته باشید توی زندگیتون تا با مشکلات کمتری روبرو بشین و کمتر توی زندگیتون شکست بخورید.